میله از همه بلند پرچم در جهان، قصر مجلا و ساختمان‌های زمانوی. اگر یک خارجی به این همه از دوربین عکس برداری ناظم قلندروف نگرد، البته به قرار میرسد که تاجیکستان یک کشور خودکفا و ثروتمند است. اما ناظم قلندروف میگوید که تصویری بصری انسان‌ها فریبنده است. تاجیکستان کشور تضادهاست. برای نمونه مرکز دوشنبه خیلی آراسته و زیبا است، اما برای دیدن تصویر کاملا خلاف این کافی است تنها 100-200 قدم از راه پروتکل بیرون بروی. ناظم قلندروف با نشر عکس‌های خود در نشریه و مجله‌های معروف شهرت یافته است. در طول 10 سال فعالیت خود همچون خبرنگار صورتگیر او از تاجیکستان بعد جنگی، بنیاد دوباره تاجیکستان و دور شدن ترس و هراس مردم تصویر برداشته است. ناظم میگوید که جامعه تاجیکستان هنوز هم از پیامد جنگ داخلی دور نشده است و تجارتی شدن اقتصاد و مهاجرت سراسری دلیل این است. بسیاری ها به تجارت مشغولند و به من زیاد اهمیت نمی دهند. در چنین موردها من می بینم که در کجای موی سفید پیر تجارت می کند. کودک با بسته خلطه های پلاستیکی عرابه می کشد. زندگی کودک از پهلوی ما جاری است. صرف نظر از مشکلات بیشمار، مردم تاجیکستان درد و نگرانی های خود را همیشه از چشم دوربین پنهان می دارند. بنابراین ناظم را ضرور می آید که از دستگاه های قوی زمانوی استفاده کند، از نظر مردم پنهان بماند و لحظه های را به نوار بردارد که در آن چهره انسان ها طبیعی و بی نقاب باشد، زیرا چهره انسان ها آینه قلب آنهاست و گاه درباره صاحب خود قصه های جالبی را بازگو می کند. انسان ها نیز دیگر شدند. در چهره های آنها غم و گرفتاری مشاهده می شود. همه در حرکتند، به کجای شتاب دارند، همه به چیزی مشغولند. چهره ها از مشکلات حکایت می کنند. کپیتالیسم بدون شبهه جامعه تاجیکستان را ویران می کند، میگوید گنادی راتوشنکو، صورتگیر دیگر که در مناطق کوهستان تاجیکستان از او همچون از پدر صنعت صورتگیری نام میبرند. همکسب‌هایش راتوشنکو را چشم دور میگویند. نیم عصر می شود که دوربین گنادی راتوشنکو زندگی تاجیکستان را در عکس‌ها جمع آوری کرده است. شیوه مناسبت منصبدار با مردم عادی و ثروتمند با کم بضاعت را راتوشنکو نمونه بدترین تشکل نو می شمارد. одамони оддӣ дигар нашуданд, ҳамоне ҳастанд ки буданд. Дигарӣ низ инсони маъмулӣ аст, аммо ба мақоме ки дорад шояд раиси ягон ширкат аст ё чизи дигар. Бояд курсии худро дошта бошад ва худро ҳоким эҳсос кунад. ҳамин аст ки ба Тоҷикистон таъсири бад расонидааст. در گالریای عکس‌های راتوشنکو دیگر شدن خصوصیت تاجیکی در 12 ساله اخیر روشن ظاهر می شود. این روزنامه‌نگار صورتگیر میگوید مردمی که ترس و گرسنگی و آوارگی در غربت را از سر گذرانیده است به اندازه ناشناختنی دیگر شده است. تقسیم جامعه به قشرها با سرعت بلند جریان دارد. فرق بین افراد ثروتمند و فقیر تا رفت ژرفتر می شود. 10% زندگی خوب دارند. 90% باقی مانده برای زندگی خوب از کمترین امکانات برخوردارند و گاه‌ها با یک پارانون زار می‌شوند. انسان‌ها در جامعه امروزی تاجیکستان افسرده‌اند و در مناسبت با یکدیگر خیلی خشن هستند. به گفته راتوشنکو، صمیمیت و سادگی را که خاص تاجیک‌های زمان شوروی بود، می‌توان تنها در بعضی از بخش‌های کشور پیدا کرد. اگر ما درباره تاجیک‌های زمان شوروی صحبت کنیم، انا خولای زرافا و نبیره او باور نکردنی است. دل و چهره باز، آدمگری، چهره‌های جالب. این چهره‌ها با تاجیکان امروز قیاس نشونده اند. با تصویر تاجیکی مدرن یا زمانوی. توده مردم در ورزشگاه. اینجا مردم از یکدیگر فرق دارند. هم تاجیکان زمان شوروی و هم تاجیکان امروزی. طور گنادی راتوشنکو میگوید وظیفه صورتگیر واقعا نگار زمانی خوب بودن است. به نوار برداشتن صحنه‌های زیبا، زندگی، تولد انسان نو، طبیعت را، همان طور که نقاش هنرمند صحنه‌های تاثیربخش را به پرده تصویر می‌کشد. صورتگیر نیز همیشه از پی صحنه‌های جالب می‌گردد. حالا گنادی راتوشنکو تلاش دارد که از زیبایی‌های تغییرناپذیر تاجیکستان عکس بردارد، از طبیعت ناتکرار آن. زیرا راتوشنکو از خیلی صورتگیران است که در هر صحنه معمولی تصویرهای غیر معمولی را کشف می‌کند.